درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 21. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتاب دوم، باب 4. که اکثر با جنگاوران پیاده و سواره به سوی دیدبانگاه‌های سرحدی روان شد. در همین حال قربانیان به کوروش پیشگویی کردند که معرکه نظامی ضد شاه ارمن نتیجه موفق خواهد داشت. پس از این کوروش به راه برآمد و وانمود ساخت که گویا به شکار می‌براید. الکی در راه به سوی کشتزار اول کوروش یک خرگوشی را ترساند. عقابی از جای نامعلوم پرواز نموده خرگوش گریزان را دید و به پایین فرا آمده با چنگانش به خرگوش ضربه زد و پس آن را برداشته به هوا برخاست. در بالای تپه نزدیکترین نشسته با صید چنان که می‌خواست همان طور معامله نمود. کوروش از این فال نیک شاد گردیده پیش شاه زئوس سری تعظیم فرود آورد و به همراهانش گفت: جنگاوران، با یاری خدایان شکارمان برار می‌گیرد. به سرحد نزدیک شده کوروش همان طوری که قبلا رخ داده بود اشاره کرد که به شکار آغاز نماید. سواران و پیاده‌گردان صیدها را به وحشت انداخته آنها را می‌راندند و ماهرترین آنها در شکل پیاده‌گردها و سوارها در مسافه دور پراکنده شده حیوان‌های گریخته را تعقیب و پیش راه آنها را می‌گرفتند. ایشان خوک‌های وحشی، آهو، خرهای وحشی و آهوان زیاد را شکار نمودند. حتی امروزها هم در این جایها خرهای زیادی وحشی بسیارند. بعدی به اتمام رسیدن شکار کوروش به منطقه مرزی ارمنستان آمد و در آنجا برای خوراک شام قرار گرفت. و روز دیگر هم کوروش باز به شکار برآمد و به کوه‌ها که هدف معرکه نظامی او بودند نزدیک آمد. بعدی به آخر رسیدن شکار باز برای خوراک شام در موضع قرار گرفت. پس چون فهمید که لشکری فرستاده‌ای که اکثر با آنها نزدیک شده ایستاده است، کوروش قاصدانش را به نزد او فرستاده فرمود به او بگویند که آنها برای خوراک شام باید در مسافه 2 فرسنگ از اردوگاه او
دورتر جایگیر شود. این چاره احتیاطی برای نگاه داشتن سر و اسرار حربی بود. پس از طعام شام فرمانده آنها باید به نزد کروش آید. پس از طعام شام کروش تکسیرها را به نزدش دعوت کرد. وقتی که آنها آمدند او به آنها چنین گفت: دوستانم، شاه ارمنستان پیشتر اتفاقچی ما و تابعی که اکثر بود. اکنون خبر یافت که به ما دشمنان هجوم آورده اند، او را کبر و تکبر فرا گرفته به یاری ما جنگاورانش را نمی فرستد و خراج مقرر شده را نمی سپارد. ما به اینجا آمده ایم و اگر موفق شویم او را اسیر می گیریم. برای نائل شدن به این هدف شما باید چنین رفتار نمایید: تو خریسند مدت دم گیر و بعد همراه نصف پارس هایی که به اینجا می بیایند با راه کوهستان رهسپار شو. وظیفه تو اشغال کردن این کوه ها است که در آن جایها چنانی که خبر داده اند شاه ارمن هر باری در زیر خطر ماندنش پناه می برد. راهنمایان را برایت تأمین می کنند. می گویند که این کوه ها پر از جنگلزارند و بنابراین تو امکان داری که به آنجا ناعیان و نامعلوم برسی. به هر حال آدمانی چست و چالاک که از روی سر و لباس و شماره اشان به غارتگران مانند بودند پیشتر برآمدند. بگذار آنها همه ارمنی هایی را که در سری راهشان پیدا می شدند دستگیر نموده آنها را از امکانی برداشتن بانگ خطر محروم سازند. آنهایی را که دستگیر کردن نمی توانند بگذار دورتر رانند تا که این آدمان گروه های نظامی خود را نبینند و گمان کنند که به آنها راهزنان حمله کردند. کوشش کن که همه این کار را دقیق انجام دهی. من باشم با دمیدن شفق صبح نصف جنگاوران پیاده و تمام جنگاوران سواره را با خود گرفته از صحرا راست به سوی قرارگاه شاه ارمنستان حرکت می کنم. اگر به ما مقابلت نشان دهند پس البته ما باید سلاح را به کار می بریم. اگر شاه ارمنستان از صحرا عقب نشینی کند آنگاه البته ما او را تعقیب خواهیم کرد. اگر او در کوه ها پنهان شود وظیفه تو از آن عبارت است که هر کسی که به دستت افتد برای از آنجا بیرون شدن او مانع ایجاد نمود. تصور کن که ما حیوانی وحشی را هنگام شکار تعقیب کرده ایستاده ایم و تو در نزد دام شکاری ایستاده ای. در خاطر نگاه دار که پیش از آغاز شکار همه برآمدگاه ها باید بسته شوند و آنهایی که در گذرگاه ها با توری شکاری قرار گرفتند باید خود را پنهان کنند تا که آنها را نبینند و اگر آنها نخواهند که صید گریزان را ترسانند. خریسند خطایی را که یک وقتها در دوره شوق و رغبتت به شکار صادر کرده بودی دیگر باره تکرار نکن. تو چندین مراتب شب را به خواب روز کرده بودی. اکنون به آدمان فرصتی دمگیری دادن لازم است تا که بعدتر برای آنها با خواب مبارزه بردن آسان تر شد. از بس که هنگام شکار در صورت نبودن راهبلدان تو به هر حال در کوه‌ها سرگردان نگشته بلکه یگان حیوان را با پیراهایی که از آن حیوانات وحشی می‌گذرند تعقیب می‌کنی، پس حالا هم برای حرکت در جایهای دشوار شتاب ننما، بلکه از راهبلدان طلب کن که شما را اگر نه با قد راهی وسیع ترین بلکه حد اقل با راه قلی‌ترین راهنمایی کند.
برای لشکر باشد راهی قلی‌ترین آن است که هرچی زودتر به سوی هدف میبرد. هرچند عادت کرده ای که صید را در کوهها با دویدن تعقیب می نمایی، سپاه را نه با راه پیمایی شتابکارانه بلکه آهسته آهسته از پست بردن گیر تا که سربازان به تو رسیده توانند. مفید خواهد بود که اگر بعضی از قوی ترین و با اعتماد ترین جنگاوران با فرمان تو بعضا توقف نمایند. وقتی که صفی ستون شبه از نزد آنها می گذرد، منظره از پس این صف می دوند دیگران را نیز به شتاب راهنمون می سازد. خریسند این همه گفتار را شنیده از سپارش کروش شاد گردید و راهنمایان را با خود گرفته به سوی سربازانش رهسپار گردید. با همه آنهایی که باید همراه او می رفتند سپارش داده همراهشان برای استراحتی کوتاه توقف نمود. پس از آن که سربازان به حد کافی دم گرفتند، او به سوی کوهسار روانه شد. کروش باشد با دمیدن شفق صبح قاصدش را به نزد شاه ارمنستان فرستاده فرمود که چنین بگوید: ای شاه ارمنستان، کروش به تو فرمان می دهد که تمام کوشش‌هایت را به خرج ده تا هر چیز زودتر هم خراج و هم لشکر فرستانی. در عین حال کروش افزود: اگر او پرسد که من در کجایم، راستش را بگو که من در سرحد قرار گرفتم، و اگر پرسد که آیا من شخصاً به نزدش می آیم، پس در اینجا هم گپی حق را بگو که نمی دانی. اگر پرسد که ما با تعداد چند نفر آمده ایم، به او مصلحت ده که همراهت قاصد فرستاند تا خودش این تعداد را با چشمانش ببیند. با چنین دستورها کروش آن قاصد را فرستاد و باوری داشت که این نظر به آن که اگر او فوراً بی آگاهی پیشکی با لشکر به مقابل شاه ارمن حرکت نماید اقدامی بیشتر دوستانه است. خودش باشد لشکری خود را طوری مرتب ساخت که هم برای راهپیمایی و هم اگر لازم آید که به جنگ همراه شود به آن وارد شدن قلی باشد. قبل از این او به سربازان خود فرمان داده بود که کسی را خفه نکنند و اگر در راهشان با یگان ارمنی روبرو شوند او را تشویق نموده دعوت نمایند هر چیزی را که او از نوشاکی ها و غذا بخواهد به بازاری محلی لشکری کروش او را همراهی نمایند. کتاب سیوم، باب یکم. کروش با چنین کارها بند بود. شاه ارمنستان باشد به سخنان قاصد کروش گوش انداخته به تهلکه افتاد و در قلبش اقرار شد که بی عدالتی کرده است و پرداخت خراج را به تأخیر انداخته قوه نظامیش را نمی فرستد. بیشتر از همه او از آن می هراسید که درباره کاری که او در قرارگاه شاهانش با مقصد مستحکم کردن قلعه های آن برای رفع کردن حمله دشمن آغاز کرده بود معلوم همگان می گردد.
با سبب‌های ذکر شده شاه به هراس افتاده برای جمع آوردن لشکر قاصدانش را به گوشه و کنارهای کشورش فرستاد. در برابر این پسری خردیش سباریس را همراه زنان، زنی خودش، زنی پسرش و دخترانش به کوهستان فرستاد و به آنها راه بلدی را نیز همراه نمود. با همراهی آنها زر و زیور و ظرفهای پرقیمت را نیز فرستاد. خودی شاه برای فهمیدن نیت کوروش پیشا پیش قاصدانش را فرستاد و در انتظاری آنها لشکری خود را از حساب ارمنی های رسیده جمع آورد. به زودی ارمنیانی دیگر نیز به نزدش آمده خبر دادند که کوروش از پس آنها به قریبی خواهد آمد. در این حال شاه تصمیم گرفت که از احتمال اسارت باید در کنار بماند و به عقب نشینی آغاز نمود. ارمنی ها چون دیدند که او عقب نشینی می کند، همه اشان به جانب خانه هایشان فرار نمودند تا که مال و ملک خود را پنهان کنند. کوروش سواره های زیادی را دید که دویده و شتاب کرده وادی را پر می کنند. به نزد آنها قاصدش را فرستاده فرمود به ارمنی ها سخنانش را رسانند که کوروش علیه آنهایی که در جایشان قرار می گیرند یگان عملی دشمنانه صادر نمی کند، اما اگر کسی را که رو به گریز دارد و دستگیر سازد با او مثل دشمن مناسبت خواهد کرد. ارمنی های زیاد به قراری آمدند که در جایگاهشان باقی می مانند، اما آنهایی نیز بودند که همراه شاه عقب نشینی می کردند. در این میان ارمنی هایی که همراه زنان براه برآمده پیش می رفتند با آن قسمتی لشکری کوروش که کوهها را اشغال کرده بودند دچار آمدند. آنها در حال داد و فریاد برداشته پراکنده شدن گرفتند و بسیاری آنها فوراً به اسارت افتیدند. در نهایت کار پسر، زن و دختری شاه اسیر شدند. اینچنین تمام جواهراتی که آنها با خود می بردند مصادره گردید. شاه ارمنی از بدبختی روی داده خبردار شده تماما خودش را گم کرد و به کجا رفتنش را ندانسته به سوی کوه نزدیکترین رو به گریز نهاد. از این حال خبردار گردیده کوروش با سربازانش این کوه را احاطه کردند و به نزد خریسند قاصد فرستاد که آنها باید از موقعهایشان کناره جویند و از اردوگاهشان بیرون برآمده به نزد او بیایند. همین طور کوروش تمام لشکری خود را جمع آورد و قاصدش را به نزد شاه ارمنستان فرستاده فرمود که در نزد شاه چنین سوال را بگزارد: شما گفتار 21 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمپور شنیدید. کارگردان شیرالی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.